بریم. میریم دست راست. چرا راه خاموشه؟ دستم در رفت. مگه دست گرفته بودیش؟ نه نمیدونم چرا یه دفعه بعضی اوقات فرمون که زر میچرخه یه دفعه راست کجا میتونیم بریم؟ میتونیم بریم دست راست. پلیس سری فقط دست راست میتونیم بریم. فقط میتونیم دست راست. و این خواهد منو چک کنی؟ نه فعلش داره اگر واسم چپ برم باید از اول بدم رو سمت بله. چپ. حالا که اصلا این لاین من بود چرا اصلا من باید راهنما میزدم؟ راهنما بزنیم برای ماشینی که از روبرو میخوان بیان که دور میزنن میخوان بین شما میخواد بپیچی یا نمیپیچی یا وامیستی، چون بعد وقتا اینجا اتوبوسا وام میستن میدونی؟ وقتی برای قطارها خرابه پس لزوما شنس بوس میشه. پس لزوما به این نگاه نکنم که نه راهم بود و بازم برم. بعد وایسم؟ نه برای چی وایسی؟ دست چپ شماست که. یه لحظه راه اتوبوس من ترسون. نه ترس. شما شجاع بودی که شجاع هم که هستین که دیگه ترس برای چیه؟ نه چی نه؟ ما ترس شورکورت نگرفتن. آها از اون زاویه. سرعت ما 50 چند داریم میریم؟ بذار از این بودم که پاور باز برداشت برای کسی که لازم طول ماشینم شد سر زیگه. میدان میریم دست چپ. استاپ پلانرینگ خوب نبود. چرا؟ خیلی با سرعت اومدی. بریم. اوکی. و راهنماتون نزده بودی. الان زدی. دست چپ. بله. سرعت هم زیاد بود درسته؟ سرعت زیاد از دور وقتی به میدان یا به تقاطع میرسی از دور باید سرعت کم کنید. سرعت اینجا چند بود؟ سرعت چه 30 بود. چند داری میری؟ بالا میریم معمولا پایین. استاپ کجا نمیرید؟ اون اول باید بره. یعنی من قبل از اینجا میسادم؟ آره وقتی خط در حق با دست راسته اون اول باید بعد شما باید برین. برو شما رو خط آب پیاده وایسادید. الان اینجا یعنی من دیگه اشتباه کردم. بله. فاصله‌ام کافی نبود؟ نه چون نفر بود. راست میگی فقط صرفا در مهم نیست. ما 4 رو بخوایم مستقیم بریم. برو مکان نیومده برو راش دوره.
ازم داره میاد دیگه اومد دیگه. اونجا خمراش خیلی دوره. بعد میاد بنده خود با 4 دست پای راه میره. وایسا حالا برو. بعد وسط رد بشه بعدم میتونی بری. نه خب مثلا اون لحظه تو امتحان این طرف مثلا پیرمرد خیلی آهسته راه میره، وقتی راهشون دور میتونی بری. خب ولی وقتی بهانه دستشون نمیدم. نه جوون که باشه باید نگه داره، چون جوان تندتر راه میرن و میدوون و حرفا. ادامه بده شما. آخه این دست راست ادامه بده. سرعت چند داری میری؟ سرعت 35 دارم میرم. چرا؟ دیگه دست دادم دیگه سرعت. یعنی شروع کد نمیخوام؟ شروع کد که میخوام. خب شما تو فلکی که اومده سی بود؟ بعد دیگه سی میمونه. باید سی به تا تابلو جدید براتون بیاد. شروع کد هم میخوای؟ سرعت هم زیاد میری؟ نه دیگه اینا با هم دیگه جور در نمیاد. اصلا جور در نمیاد. این کار پنیر میمونه. اگه ماشین داشت میاد خب قانون دست راسته، من باید به اون راه بدم. اون در کوچولو داره میاد بیرون، از سرعت نداره. آخه هیچ گونه چیزی واسش نزدن. نداشتن نه، چون سرعتی هم ندارن اون که بخوام بیارن. پس من باید برم. شما باید برین. اینجا که اصلا پارکینگه؟ نه پارکینگ نیست. من پارکینگ خیلی چیز بنبسته. سرعت زیاد نکنم. حالا که زیادش کنم بری. اصلا نشون بدم که نترسیدم و به کی؟ به مثلا اون که در ازم تا میگیره که این داره میاد. همیشه این موقعی که این زیر میاد تو همیشه میگرخیدم. که اون دیروز امتحان دادن چه خبر؟ زنگ نزدن دیگه بهتون؟ نه تو رد شدن داغون شده. آره بریم دست راست. خودکشی نکرده باشن. زن شوهرم بوده. تابلو رو دیدم. بله تازگی داره تابلو رو دیدیم. به شورکورت داره نزدیک میشی. تابلو داره واسان دیگه علامت میده. اصلا دادا نمیگرم. ما رانندگی که این دوچرخه سوارش وقتی پایین نگاه کنی با دوچرخه راه میری میخوری زمین. درسته. وقتی راه دور نگاه تسلط بیشتره. رانندگی همین شما هر چقدر دور نگاه کنید تسلطتون به خیابونا بهتر میشه، اطلاعاتتون به خیابونا بیشتر میشه، چون تابلو از دور میتونه تشخیص بدید. مستقیم بریم چهارراه رو. ادامه بده. یه ذره نباید احتیاط بکنم. احتیاط بکن ولی دیگه اونطور بخوای براش ایست کامل کنی نه دیگه. اون دوا خوشم وایساده کنار خیابون. میدان
مستقیم میخوایم بریم. برو چرا وایستادی؟ برو 45 درجه اومد دیگه وایستا دیگه. وقتی این اون وایستادن چرا؟ چون راشو اون داشت مسدود اینجوری کرده. میمد هیچ راهنمایی هم نمیزد. راشو مسدود کردی باید میرفتی. میدونید کدومو میگم؟ بله ماشین مشکیه رو. بله. سرعت چند بود اینجا؟ اینجا 40 بود. 30 بود. 30 بود. تو تابلو 40 از کجا برد گذاشتی اینجا؟ 40 برای دست چپ و دست راست داخل میدون خواسته بری بود. برای مستقیم 30 بود. برو تو پارکینگ. همون پارکینگ خیلی دوستش داری. پارکینگ ها دندقه پارک کن. هم که درخت داره کن دوست داری. کدوم پارک مال شماست؟ پارکینگ زیادی رفتم جلو الان. برو. برای این وری افتاده همه. گود. خب چرا اینقدر رفتی جلو؟ نتونستم درخت رو ببینم. تو درخت نباید ببینی. منظورم که اون درختی که پشت این دوتا خط هستش. خب اصلا با شما درخت رو نمیتونیم ببینیم ما. یکی در نقب بیا همین فرمون که رفتی. بیا عقب. اینجا مال منه. بیا عقب تر. بیا عقب تر. اینجا مال منه. این مال شماست. حالا اومد درخت آره هیچ وقت درخت نمیبینم. من رفتم درخت پیدا کنم که جام درست باشه. خراب کردی. خب اوکی. این دخترشون در نقب میاد. دندونجی می‌خواستن پاک کنن کدوم اون که برگ داره تو خب برو. بعد من برگر رو بگم کدوم یکی بود؟ نمیدونم. حکایت منه حالا. برو هر یک چیز ثابت علامت میذاشتی. بریم. اوکی بریم بیرون. کدوم سمت می‌خوای بریم؟ برو دست چپ، دست راست. به مالم به بغلی یا نه؟ به مال دوست داری کار نره که. خسارت چه نمیتونم بدم. ها؟ خسارت چه نمیتونم بدم. ازت میگیرن. ما می‌خوایم بریم اونجا دنده جلو پارک کنیم. پارکینگ اولی نه دومیه رو. دنده جلو. بله. زیادی اومدم چون حالا امیدوارم که بتونم تنظیمش کنم. تمامه؟
این تمام یعنی که کلی ایراد دارم. سوال کردم. تمام شد؟ جرأت میگم آره. برو پایین نگاه کن. تو جرأت پیدا کنی. اشکالم اینه که رفتم زیادی فرمون بگیرم اومدم زیاد جلو. پس تمام نبود. نه. الان به بیرون دیگه تمام. بله. الان که بخوام بیام بیرون بازم باید راهنما بزنم واسه بیرونیا. به هر طرف فهمون تو میکخ راهنمای همون برای بزنی. سنشون اصلا سن رانندگی نیست. نمیدونم چجوری اینا ماشین دارن. کسی دیگه دست ماشین دست ما کسی دیگه نشسته توش. تو این مواقع اگه آدم ببینه مثلا یه بچه که زیر سن دستش ماشین داره به عنوان یک وظیفه آیا باید به پلیس زنگ بزنه؟ به پلیس شماره ماشین یا فاهم اعلام کن بگو همچین ماشین تا همچین خیابون یه بچه داره رانندگی میکنه. میدان میرین دست راست. استاپ نیومده بود ماشین تو میدون چی نیومده بود؟ اون موقع اونجاها بود مثلا من رسیدم اینجا واسه بزنم برم که بگم تو که نیومده. حالا برو حالا که اومدی تو بریم. خب وقتی من دیگه صبح کردم دیگه خراب با اون سرعت نمیتونی بری داخل میدون که وقتی ماشین داره میاد به اون سرعت. شما در ضمن نگاه کنید این سرعت 40 ماشین 30 پس بده اون زودتر از شما تو میدون میرسه. این همین جزو برنامه پلنیرینگه؟ بله. پلنیرینگ هم خیلی چیز مهمیه ها. سوایی از داستانه رانندگیش. بکشی دختر مردمو؟ نه ولی میدونستم بهش یعنی باید چیکار میکنم درستش؟ باید پتر گاز فقط برمیشی نباید دوباره گاز میدادی. باید گاز برمیشتم. اینجا که دیگه فقط لاین منه. خب پس من باید گوشه باشم؟ نه وسط.
یه گاز بده و چوکوت پایده هلهود بله و اونایی که نمیدونن یا تا حالا نرفتن یا رو اصول خود چرا میدن این گاز رو. آره دیگه وقتی رو حوصله بریم دست راست پلیس بره برو جلو اون میره هوا نمیسته مستقیم برو میری به این سمت آره روی خط نرو بریم کنار اون خط برو کنار اون خط برو چرا؟ تو نگاه اینجا خطی نه وسط میره خط پاک شده کم رنگ شده نه فهمیدم این موضوع رو. اونجا قشنگ کنار اون خط بیا اوکی. یا کسی نمیره میتونه بیای چرا داشتم کار غیر قانونی تو می‌کردم؟ رو خط افتاده بودی مثلا یه خط چینیه خب خط یه خورده کم رنگ شده تو رفت قشنگ رو خطا داشتی میرفتی من میرسم اینجا اشتباهی گفتم بذار اول پلیسه بره نه فهمیدم این موضوع رو. میخوای بریم بار دیگه بیارمت اینجا آره بریم. اصلا نفهمیدم میریم. چی شد چه ما اشتباهی ما کردم مستقیم میریم ببیشم دست راست مستقیم اوکی. می الان اون که اینا همه 45 درجه اینا نمیزنن تو برو اینا نمیان برو ولی این اومد ما رفتیم تا بیاد برو ای آرتون راه خاموش کن بچه راهنما زدی رو راست برم دیگه مسیر خودته اوکی من چند تا خیابونه خلاص حالا اگه ایزی راست بزنه این کار اشتباه کرده بله اه. مگه فکر می‌کنم خواهی بغل نگه داره ماشین اشکال پیدا کنم خواهی نگه داری بسم الله دوکتیک باشی یه حرفه نباشی یه حرف یه حرفه اینجوری من دیروزش این اومدیم گفتیم این چیکار کنیم بعد من وایسم نگاه کنم اینکه زره این بر میاد اون باید بیاد اول نه یا هر کی زودتر رسید میره پس اون چی بود؟ اون یکی دیگه بود اون قرمزه نبود نه اون یکی یک طرف بسته میشد راست میگی اینجوری بود آره اون باید من به اونا در واقع راه اگه برم. بغل دستته اگه بغل دستت نیست تو باید بری جلو اگه پشتمه اشکال نره نه بریم این- دست راست استاپ نره رو خط حال برو اونجا وایسته اگه کسی نمیاد میتونی بری کسی نمیاد اون گیر برو. کرده دست راست برم نه مستقیم. درست. پلنیرینگ کنم اینکه نمیاد میرم یه نگاه میکنم راهنما رو میزنم استاپ ای وای این همه دارم عمل میکنم آخرش سوتی رو دادم این همه پلانرینگ کردم آخرش این همه خراب پلنیرینگ کردم. آخرش آدم ها زیر گرفتم ای در واقعیت من واسه اونور ما نمیستم که این وسط باشه ما میستم نباید وایسی نه واقعیت شما ما میستی خدا وکیلی من آره اه. باور کن ادامه بده چون سرعتشون 40 اون 30 ان بعد نیا کن ونیبلیت تابل ونیبلیت دارن آها قرارش خیابونا نیا کن ماشین خیابونا نگاه کن درست اونم داره الان همه رو زیر میبینن کسی بیاد مثلا هر کار لهش کن گوشی سخکره تبدیل بره بیرون
همینو این دیگه بخواد بیاد تو چیز دیگه جای خوبی باشه که باید اینجا می‌زدم جای خوبی باشه که باید اینجا می‌زدم آره خوب واسه بود اونجا حالا اگه تو این جایی که هستیم آدم بیاد جلو وایسی تو اینجا مال آب پیاده است بعد خواستم دوباره راه بیفتم باید گاز بدم اونو با چی جاشه نه نیاز نیست گاز بدم بازم پامو بردارم ترمز خودش راه میفته یه ترمز بگیر وایسا خب ترمز ولش کن فکر کردی سوار پرات شدی؟ مزرد نه خب آدم خوبه که اینو بدونه گاز بده برو نه ببیچیم نه؟ چرا میریم دسته برس برو من ایستا آره بسا استاپ اینجا بود بایستم خب برو میگه بیا برو مگه نه دمه خط نه کی بود دمه خط 5 متر عقب‌تر باید 5 متر عقب‌تر خب شما الان به خودت بکش کنار اون خط نکن اینجا خط معلومه برو کنار خط ادامه بده برو این خط رو میگی نه این خط سفید شروع میشه برو جلو اوکی یعنی برو نکن خط کم این برات بعد اومد این بر دوباره این خط دیدم الان دیدم بازم دوباره همین اشتباه الان دیدم نه خب الان فهمیدم چی شد نه رو جدول برو کسی نیست گاز بده برو الان فهمیدم کل سرمایه گذاشتم تا اینجا آوردم تا وایا سریع چرا قرمز این چه ترافیکی شده سریع این نفر وسط خیابون رد شده بریم سری برو داخل تا ماشین نیومدن برو کنار بیشتر بیا ماشین خیلی بد رفت تو هم از اون بدتر رفتی چرا؟ نرفته کنار این جدول لامصبه سعی قدام کردم سعی نکردی برو بارکاربی بارکاربی کجاست؟ بعد مستقیم باید نیرا کنم باید سوال گاز بده برو گاز بده سری 41 که تو اونجا برسن اینجا 50 41 چی باید بری تو با 50 بری اون لاین تعوض میکردی برو قرار خیلی لاین قراره تو سرعت کم کنی لاین عوض کنی که اصلا لاین عوض کردن تو ذهنم نبود فکر می‌کردم الان مستقیم میره تو چیز میره تو میدون این اصلا قابل رؤیت نیست واسه یه نفر چرا قابل رؤیت نیست جدول رو بونگونی رو زمینه الان اینجا دور بزنم نه باشه دور بزنیم برو دیگه اشتباهی که رفتیم دیگه نمیخواد درست چیزی کنیم که میریم بارکاربی بارکاربی دور داریم دست چپ پلانرینگ کن سرعت کم کن از دور ماشین مستقیمتون برو داخل وقتی ماشین مستقیم میره
سرعت چند بود؟ سرعت 50 40. همه الان یه سرعت 40 شد شما راهنمای چپ بزنید اومدید داخل میدان. سرعت کم کن. چرا عزیز میکنی منو؟ با چه میگیره آوردی؟ بریم. نه وقتی میرم روی چیزی تمرکز میکنم دیگه نمیتونم رو برو ایکیا. چه کجا برم؟ ایکیا. چراغ داره چشمک میزنه. شما تابلو وندسپلیت رو میبینی؟ اونا اول باید برن. آیسته برو جلو. یواش از برو جلو. بدونه بچرخم بعد نچرت کسی نمیاد؟ نه. بچرخ برو. تو بچرخ مستقیم برم. مستقیم برو دیگه. حالا این راسته برو. ولی چپ ببخشید. این چپ بزن. حالا مستقیم برو. راهنما خاموش کن. سر سراح میریم دست راست. استاپ. سر سراح کدومه؟ اونه. یک کرات من کشته چرا؟ چقدر شبیه سراح اینا. برو. بعد از ایستگاه اتوبوس میخوام بریم دست چپ. استاپ. اینجا ماشین جا نمیشه بغل دستی دوباره. باید میره تو جلوتر دور میزدی. ساعت 16 نه. برو دست چپ. اینجا اولین باری که ماشین سمت چپ رو میشم هست و میفهمم که باید رفت جلو بچی. سرعت زد نشه. سرعت 30. دست راست. میریم دست چپ. راحت نظر بریز چپ بزن.
دست راست. برو جلو. میریم دست چپ. پشت این ماشین پارک دوبلو بکن. پشت این ماشین هر کنی میخوای اونو یا این فرق نمیکنه. هر کنی راحتی. استاپ. راه برد بشین. خب حالا پیاده رو بودا میدونم بازم بود من رعایت کنم. باید رعایت کنید. استاپ. جا نمیشید و به ماشین پشت میزنید. این رو من اشتباه کردم. شما خب کجا تو پیچوندنش؟ یک فاصله زیاد بود، دو زیاد اومدی برید. ولی من باید حتما جا میدادم اگه میگفتم. بله. نه حتما نه، اگه جا نمیشه میده جا نشه، بس جا نمیشم میرم جلوتر. متحول میکنم. مجبور قبول کنم ماشین. اون مطمئن وقتی ماشین جا نشه بهت نمیگه اینجا پارک کن. اوکی. پشت این پارک کنم. پشت این پارک کن. زیادی چیز شد. حواظم رفتش به چیز. تا اینجا بود. چرا من که نگه دار. من وقتی رسیدم اینجا صاف کرده بودم اومدم اینجا بعد تا آخر نچرخوندی فهمت معلومه دیگه. تا آخر باید بشه، یعنی یک کنی ما میچرخوندم. یک کنی داری میچرخوندی. خب این الان جا نمیشی. یه بار دیگه برم. ها باشه میگه خدا این چه فهموش نمیچرخونه، نصفی فقط مالی نصفی ول کرده. استاپ. خیلی تیز اومدی بغلش. خیلی نزدیکه برم جلو. اشکال برو میتونم تنظیم کنم. این تا اینجا. بعد حالا من تمام میگیرم میام تا اینجا. بعد اینو صاف میکنم کامل، میرم به عقب تا اینجا. حالا وقتی میپیچونم باید کامل بپیچونم. اوکی. نگیرم به این.
ولی چون الان گیر کردم وقتی اینجا تمام گرفتم یه دفعه ماشین اومد تا اینجا. خب شما یه صافا زیاد نیومده وقتی با جدول فاصله چرا وقتی با این فاصله کم باشه چیزم درسته فاصله وقتی کم باشه بیشتر باید میومدی عقب‌تر. اوکی باید درستش کنم. خب یه جای خلوتی میتونم هی برم جلو عقب جلو برم. این ماشین اومد. راهنما میذارم ولی بازم نمیاد. نمیره؟ نه. الان فهمید. میره. کجا نگاه میکنی؟ چقدر فاصله شد؟ فاصله زیاد شده. آره شما چرا اون پشت نگاه میکنی؟ اینجا اول نیو تنظیم کنید. به فاصله میخوام بگیرم زنم خودم میکشم بابا فاصلت بگیر درست دیگه. کشتی ما رو. ریلکس باش. فاصلت رو بگیر. این کار داشت؟ نه والا فکر می‌کنم میخوام آپولو هوا کنم. والا الو قشنگ. الو چه راهنمایی داری؟ بگی تمام. الو چیه برگشتی؟ الو برنگشتی؟ حالا کامل میگیرم. ها؟ نه بایدی برگردیم. خب برنگم اونجا بمون. من میرم به پسانی خونه تا با آتیش بکشه. کاره نه. این خوبی رو کجا برکنیم بیاییم؟ همینه. شما هر جا نور چراغ باشه فکر می‌کنید خورشید میرین اونجا. رقمونو ببین آبه. یکی تو یکی فیدون عین آفتاب پرستا میبونی. هر جا آفتاب باشه میدون میره اونجا. تو گرفته زیر کولر خوابیده من از سرما اومدم تو آفتاب. به گرم بود سرمایی گرم بود. چیه شد؟ من همش تو آفتاب. 29 درجه 2 ساعت 3 ساعت زیر آفتاب. من چه خبر؟ سلامتی دریا بودیم رفتیم شناخت. خوبه؟ خیلی واسه خیابون داریم از کنار باید بری واسه اینطوری ها فکرم برگشتی؟ نه تا 28 میجاییم. 28 چیز؟ 2-3 روز دیگه؟ ماشین میارین یا با هواپیما میایین؟ با ماشین. با ماشین خوبه؟ چقدر راهه؟ 5 تا راهه؟ 5000 کیلومتر راهه. خب 5 خورده تا ایرانه که اینجا همونه دیگه ما باید بیاییم تا استانبول حدود 1000 کیلومتر. از استانبول باید بیاییم بمونسن. بذار چهارشنبه چقدر جنتی و بگیر بود چهارشنبه. برای سرعت خیلی ها رو گرفتم. خیلی تا اتوبان پر بود. اتوبانه خود یاکوبسبری شیستا هر جا میرفتم دیدم همه رو گرفتن. بودجهشون کم بوده. آره بودجهشون کم و نزدیک 3 میلیارد کم دارن. رادیو اعلام کرد 3 میلیارد کم دارن باید کسی بودجه جبران کنیم. و اونم باید از ما باید بگیریم از کسی که نبود بری بگیریم. چرا از یوران پرشون نمیرن بگیرن؟ تو نمیره که ازش نمیگیره. شاید درختشو بشه میده بینه درختشو میفروشه از اون باغ درخته که داره.
باشه میشنویم. نه شبت خیره. به فری سلام برسان. باشه خدا. اوکی همش این مرغ همش چرت میزنه همش خوابه. بگو چه تنقدر همش تو خوابی؟ اینجا هم هست همش میخوابی اونجا میریم رفته خوابیدن؟ و تو کی میخوای زندگی کنی بهش بگو. حالا باشه بعد چیز میکنه زنگ میزنم بعدا. چون الان لیدلم. باشه فعلا خداحافظ. چرا همه شاکی میشن اصلا سرقت میگیرن؟ بگن این اونیشور دیگه ما رد بشیم بریم. بذار برم. عجله دارم. شاکی نیستن عجله دارم. من کار اشتباهی کردم. نه. خانمش زنگ قرمه سبزی درست کردم لیمو عمانی فراموش کردم تو بگی بیا. برای لیمو عمانی میبرم برای خونشون. چرا لیمو عمانی حالا؟ چای قرمه سبزی لیمو عمانی نشه خوب خوشمزه نیست که. قرمه فقط اصلش تو لیمو عمانیشه. دست راست میدانم. شراغت قرمزه حالا باید رو گازه برو خط نرو برو سمت خودت. یعنی من چراغ قرمز دیدم دیگه نباید گاز بدی بذار ماشین خوش بده چراغ سبز بشه بعد حتی اگه سرعتم خیلی چی بود. آره دیگه باید شروع کنیم سرعت کم کردن اگه زیاده. داره میدونم ولی عمل نمیکنم. نه عمل نه. بگو میخوام صدای تو رو در بیارم. نه باید تهنشیم توی مغز پوک باید تهنشیم بشه. خب نباید چرا قرمز میبینی گاز بدی. حالا سرعت 40 اگه 40 تو الان 20 دیگه 20 باش. الان چرا قرمز دیدم گاز نمیدم. ترمز گرفتم. ترمز هم حتی میگیرم. بگید سرعت کم بشه چون اونجا 40. حالا دیگه میرم. اینم کار داره؟ نه والا به خدا. میریم دست چپ. بعد چرا قرمز. متعادل چپ هم میرم. امیدوارم که چرا قرمز بمونه. آدمم که نمیاد. میرم تا متعادل چپ. نگاه میکنم و میرم. برو جلوی ماشین پارک کن. یا حضرت عباس و من چیکار داری؟ من صدا میزنی؟ یادم هست آخه اینجا رو دقیقا همینجا آورده بودیم ما رو چند روز پیش. خب من جدول اوستا کار میدم. بده
ماشین کجه؟ فکر کنم نمیفهمی. فکر کنم حواست میشه. ماجرا کنید جلوش اینجوریه. بله. میدونید کجا اشتباه کردم؟ آه. وقتی که پیچیدم خب. تا به اونجا که جدول رسیدم تمام گرفتم، انگاری که رسیدم به پشت یک ماشینی که بغلمه. اوکی. تمام گرفتم. بعد راست که کردم اومدم عقب، فکر کنم زیاد نیومدم عقب. بعد که پیچیدم دیدم اوه یه فاصله‌ام زیاده به جدول. وقتی اینجوری کردم بعد سعی کردم که اینو دیگه چیز کنم که من نفهمیدم که چی فهم. گفتم حالا دیگه یه ذره جوری میدونی چون تاثیر دیگه زیاد برام عقب بخوام به اون ماشینه. خب کار نکم ولی جلو بعد میره عقب تنظیمش می‌کردی. چون اینطور تو مدرسه کشیدی الان که سر ماشین بیرون از خطه. درست. خب دوام که ماشینت کجه. درسته. نه به این موضوع بگم این دیگه مغزم اینجا خوشی یکم میده یه ذره کیلومتر جلو بعد استاپ کنه میره عقب. خب یه بار دیگه بیا خوب نبود. فکر نکنی فراموش میکنم اینا رو. نه. حالا ما رو اینجا نیاره چه جاییه ماشین من میگم آقا پارک دور میکنم بغل ماشین لطفا نمیشه قبول میکنه نه باشه تا خانم ایرانیه باشه اینو باید بگیرم با اینی من نه آها حالا ایدهش سلام دوست من صافه نه؟ من میگم صافه باید صافه نگه داری صافه نه الان صافه خنده شما خنده ای بود که انگار صاف نیست مازم نگاه کردم کنم خنده بچه انسانی رو میکنی یه سر بیرون حتی اون ماشینه زیادی چسبیده من ماشینه دارم چک میکنم به اساس من میگم الان من صاف وایسیدم و به اندازه هم وایسیدم ماشین خیلی چسبیده به جدول نمیتونم اون اوستا قرار بدم آقا تموم بود تمومه دیگه من وحشت احتمالاً که اینجوری یه ذره برم جلو بیام عقب حالا که این فاصله دارم تیز اومد خوبیت پارکینگ اینه که با آدم اجازه میدن عقب جلو کنی میخوام عقب جلو کنم نه خب موقعی که دارم مثلا تو پارکینگ دنده عقب یا پارکینگ دنده رو هستم مثلا اونجا که من اینجوری میکنم بعد بفهمم که وای رد کردم میتونم دوباره دنده عقب بیام آره دفعه شما پارکینگ خوب بکنید تمامه؟ تمامه؟ پی گذاشتم ماشین کجه؟ آره دیگه ببین جلو این الان وقتی نگاه میکنم این دوتا با هم دیگه این خورده به این آره یه ذره اینجوریه ماشین اینجوریه آره شما میگی اون ماشین خیلی چسبیده درسته؟ به جدول خیلی چسبیده خطش نگاه کن قشنگ بغل ماشینشه آره من بیرونم بله شما بیرونید الان نگاه کردم برو یه بار دیگه بیا چرا اینجوریه اینقدر من بد شانسیم شانس کار نداره
جدول نرو. چرا این دفعه اینجوری شد؟ یه بار من با دیتیل خدمتتون میگم دارم چیکار میکنم. ببین من کجا دارم جدول پاشی دراز کرد روشن تو روز زدی به پاش. نه جدا ببینید من الان فاصله‌ام تقریبا 30-40 سانت با جدول. خب الان دستگیره در چیز رسید به اونجایی که محل در واقع اینجا باید تمام بشکنم. نه همین تمام کار خراب میکنه دیگه. و اندازه بشکن که ماشین نیاز داره. مثلا 1 دور. الان این صفره. خب اوکی. این 1 دور. 1 دور کسی نمیاد. چه کم بس. میگه تا نه صاف نبود. این الان صاف. خب برو. اومدم یه ذره چیز برم جلو. اومدم از اون چیزای عقب. اینجا سر اون پیچم. اوکی. خب این هم که لنده عقبم. صفر رو گم کردم. این صفره. این هم صفره. آره. ببینید من 1 دور میپیچم. اوکی. یه ذره میام باز میرم نداره دور میشه. میشه. نه. الان این صفره. چیکار دارم؟ الان این صفره. صفر نیست. نه این صفر نیست بازم. ای خدایا گیج شدم. این صفره. خب من باید 1 دور بپیچم. نه تمام بپیچم. 1 دور بپیچم. این 7 تا تشکیل داد. یه ذره دیگه میرم طرفش. حالا باید بیام بیرون. اینجوری صاف شده الان. صاف رو میرم تا به اینجا. حالا میپیچم ولی دیگه تمام نپیچیدم دیگه. مشکل اینه نباید تمام بپیچونم. حالا دیگه گیر نمیکنم. چرا بازم گیر کردم؟ نه ناامید نشو. نگهدار. شما یه اشتباه بزرگی دارید. میدونی اشتباه کجا بود؟ فرمونم رو گم میکنم گیر میکنم. به غیر از گم کردنت. چپ و راست مقایسه میکنم. به غیر از اون. نه. ما یاد باشه ما هیچ موقع نگفتیم اینجا رو زاویه که به اصطلاح چی بریم شماره 7 بریم. گفتیم که درسته اون تو باکه. این خیابان اینطور میرفت اینطوری بود. ما اینجا میریم اینجا گفتن شماره 7 نشون میده با اینجا چیز فهمونه بچرخونی بده این ور بیاد. آره دستگیر رسید به این چیز میگی چرخونی بعد دوباره رسید به اینجا دوباره. اوکی. این برای کدومه؟ برای خیابونه میخوایم بریم. از این خیابان در نقل خیابان بغلی. خب من هیچ موقع نگفتم ما اینطوری مثلا رانندگی میکنیم ماشین اینطوری میاد میره بعد نشون یا 7 تشکیل بدید. ما کی گفتم شما 7 تشکیل بدین؟ من میدونی چیکار کردم؟ من عین ماشین اولش با اون سری اول که داشتم رانندگی میکردم که یه بارم خوب شد یه ماشین فرضی اینجا در نظر گرفتم. یه ماشین فرضی. خب این ته جدول میشه ته ماشین. خب میام ته جدول کردم با این در نظر بگیرم که نمیبینمش. خب باید تو این نگاه کنم. خب باید با دستگیره تمرین کنم. دستگیری عقب رو اگه من بگیرم همون جایی که شیشه هستش یا کار غلطیه. اولا اینجا نمیشه با ماشین چیز یکیش کنیم اینجا. چیکار کنم؟ چرا؟ تو اینجا ماشین تو اینجا مثلا تا اینجا میای. با اینطوری مثلا به اینجا به داخل بعد بری صاف کنی. خب ولی میگم نیست اگرش من چطوری اومدم اینجا؟ من اینجا اومدم اینجا خورده جلوتر اومدم اینجا باید فرمون کم چرخونم سمت شما خیلی کم اومدم خودم با جدول تنظیم کردم بعدم اینجا چیزا نزدیک میشم یکم دورش کردم اومدم اینجا صاف کردم وایستادم. پس به نیم فرمون یک فرمون بازی کنی فقط با این. آره باید با فرمون بازی نمیتونی فرمون یه دور این بچه‌ها دوباره اونور بچرخونی. اون فقط برای این خیابونه. اوکی بریم. اوکی
دورش کن دورش کن زیاد نه دورش کن دورش کن بازم بیا عقب بده عقب حالا کم نزدیکش کن بیا عقب بیا دارید کجا رو چیز قرار میدید؟ ما تای ماشین رو ته رو تای ماشین ملاک میدم حالا دورش کن یواش یواش زیاد نه یه کاری کردم فهمون زیاد چرخونی کم برش کن اونو بدش کن بیا عقب کافیه بیا عقب اینو حالا یواش بده اون بر فهمون تو بیا عقب زیاد نه حالا یواش نزدیکش کن دوباره چون خیلی فهمون یه دفعه شما میچرخون اون بر نزدیکش کن حالا دورش کن یواش این نزدیکشون دورش کن نمیفهم بیا یعنی جایی که انقدر که به جدول نزنی دیگه بیا حالا دیگه به نزدیکتر بازم به نزدیکترش به نزدیکتر بیا یکم دیگه اصلا نه عالیه شما این کار کردیم اصلا نمیفهم اون جاهایی رو که باید بچرخونم نمیفهمم یعنی شما یه جایی میگید بری بیرون من چی دیدم که باید برم بیرون شما نیا کن تای ماشین رو باید نگاه کنید چرا باید بپیچم بیرون ببینم بیرون چون اگه نپیچیم بیرون ماشین مستقیم میره میخوره به جدول چی دارین میبینید که من تای ماشین میبینم خب آخر ماشین بازم میریم عقب بازم شما اونجایی که میگی برو بیرون همون شکلیه که موقع میگی بیا بیرون من هیچ چیز خاصی بیا اینور بشه تا مشخص باشه آینه تو خیلی به سمت بیرونه رفتم یه کاری کنم جدول خیلی معلوم بشه واسه جدول معلوم نیست که شما اصلا جدول نمیتونید ببینید جدول تو لبه میبینید لبه آینه جدول باید قشنگ ببینید وسط آینه‌تون بیافته وقتی صاف وایستادید اوکی یعنی کوچیکه اون چیزی که شما داری می‌بینی آره اوکی آینه صاف دارم میام میگم سر آینه میدم بالا خیلی پایینه خیلی خوب اینجا نگاه جدول دارید میچرخه منم فهمم چه دیگه شروع کنم به چرخیدن می‌بینی من اینجا خوب دارم می‌بینم خب اینجا میری بیرون آره اینجا میری بیرون هنوزم میری بیرون بله میری بیرون تا اینجا حالا یواش دوباره میام داخل اینجا که میای داخل واسه جلوه نه آره به خاطر جلو چرخ جلو نخوره با من ماشین چیه از جدول زیاد فاصله نگیره خب دو تاش یه اندازه شد ماشین نگه می‌دارم اوکی من برم دستم چطور شد بله الان فهمیدم که آینه رو درست تنظیم نکرده بله ماشین نمیره چرا؟ یه چیزی اینجا روشن هست
نه چراغ چی روشن اونجا؟ آرسته آی بار من این چه خوب. این آینه چجوری تنظیم کردید؟ دقیقا همونجوری تنظیم کنم همیشه. این قشنگ هرچی معلومه. با همون دگمه تنظیم کردم. اوکی. ولی الان همه تصویر توی چیز هست، توی نگاه من هست. خب الان دور شدم، بهش نزدیک میشم. الان باید کم کم ازش، الان باید صاف کنه به ذره، ازش باید دور بشم. بیشتر باید دور بشم. شما فهم و چرخوندن اون کارتون خراب میکنه، چون یه دفعه زیاد میچرخونید و اندازه که ماشین تو نیاز داره نمیچرخونید. الان زیاد چرخوندم. حالا برو چیکار میکنی الان؟ نه خیلی نزدیکم، یعنی حد می‌ذارم که عقبم بخوره به جدول، ولی باید خیلی بچرخونم که اتفاق نیفته، اما دیگه نمیبینم درست تصویر رو. باید همین الان بخوره به جدول. نمیدونم کجا رو منشته میبینم و به قول شما میزان چرخوندن هم اشتباه. شما فهمو یه دفعه زیاد میچرخونه. نکنه فهمو ماشین رو یواش میاد و اندازه بچرخون. داری نزدیک میتونی یواش فهمو تو بچرخون بیا عقب. نه که یه دفعه فهمو زیاد میچرخونی. من الان دارم میبینمش. حالا میرم طرفش. بیا به طرفش. یه نیم چرخوندم. به نیمه دو کار نره، فقط خودت با جدول تنظیم کن. باید بهش نزدیک بشم دیگه. اینجا فهمونو صاف کن اینجا. صافش کن فهمونو. این صافه. این صافه. نه. ادامه ندم؟ بگو عقب. برای چه ادامه نمیدی؟ نه گفتم که. چیزی نگفتم. خب حالا بیام بیرون. نه. برو داخل همینطوری. من الان تصویری که دارم خب که احتمالا شما هم دارید اینه که این ماشینمه، این جدول اینجوری شده. اوکی. باید هنوز جا دادی. جدول مثلا اینطوری جدول، اینطوری نیست، اینطوری هستی. حالا یواش برو به سمت بیرون. نه نگه دار. درست نبود. فرمون برگردم. نکن. فرمون تو حرکت بچرخون. ایستاده فرمون نچرخون. بذار ماشین بره فرمون تو بچرخون. ماشین باید تو حرکت باید فرمون بچرخونی. به نزدیکش. به نزدیکش. نزدیکش این بره. به نزدیک. حال دورش کن یواش یواش. این نزدیک و دور کردن رو چی تشخیص بدید؟ اصلا شما توی چرخوندن نزدیک و دور نکردی اینقدر. چرا نکردم؟ پس چرا اون موقع من قشنگ میدیدم همه چی رو، میفهمیدم، اینجا که اصلا باز نمیفهمم. بیام نزدیکش. نه الان دور کنی یواش یواش. بیا عقب. بچرخون تا آخر. اینجا تا آخر تشخیص بدین؟ چی تشخیص بدین؟ چون داره به جدول میخوره چرخت. بیا عقب. بیا عقب. نگه دار. حالا فرمان صاف به طرف من. یکم بیشتر به طرف من. بیشتر برو جلو. بری جلو. برو جلو. بیا به طرف من. بیا. نه صافش کن فرمانم. نگه دار. حالا صاف برو عقب. حالا صاف بیا عقب. فرمان نچرخون دیگه. بیا عقب.
برو عقب همینطوری نگه دار الان خط میبینی قشنگ بریم بیرون. خب از این منطقه میریم دیگه. بله. خدا کنه من نیدم جایی واسه پارک بغل ماشین باشه جایی چیز باشه. بله بغل ماشین باشه راحتی. خب بغل ماشین پارک کن. بغل ماشین میخوای اینم بغل ماشین. فاصله بذاره زیاده اما درستش میکنم. نگه دار زدی به جدول. ولی که بغل ماشین بود که عزتم میکنی. یه بار دیگه نه بیا خب بیرون میخوام بازی رو عقب کنم تنظیمش کنم اگه بشه. بهتر از این نمیشه؟ نمیتونم بیاد. مال یه ذره کجیم ولی زیاد چیزی نیستش. میتونیم بریم بیرون. مرسی. دست راست. مستقیم میخوایم بریم
چراغ چشمک میزنه، حق تقدم با اوناس، بس شما میتونید برید تو شما بندس برید دارید. برو تا نیامده. چراغ هم چشمک میزنه، پس اونا باید اول برن. چرا اونا اول باید برن؟ چون در واقع اولا اونها سرعتشون بیشتره، مسیرشون بزرگتر از منه. دلیل چی بود که ما اونا زودتر باید برن؟ حق تقدم با تابلو رعایت حق تقدم جلو ما بود. اوکی، پس بیشتر به خاطر اون بود اون اول باید میرفتن. سرعت 30 شده 32 داریم میریم. در حال توضیحات خواننده‌اش هم می‌کردم. در حین سخن توضیحات با حواس متمرکز بودن. میریم دست چپ. باید تا اونجا برم بعد بپیچم داخل. نه سر جدولی باید شد چرخیدن. راه کسی رو نمیبندم اینجوری. نه تو کسی نیست بخواد راشو ببندی. نه میگم اون ماشین روبرو فقط باید بره. نه میگم از فلسفه چه دارم میگم. نه ادامه بده. برو جلوتر نگه دار. برو جلوتر. اینجا نگه دار. بریم. حالا برو. سرعت 30 گاز ندین زیاد. سبز گاز ندیم بریم؟ نه خیر. اما سرعت خودتو برو. این ستن ها اشکال نداره. این رفیق اتوبوس داره میره. اتوبوسه؟ تاکسیه. میتونه؟ بعضی تاکسی ها میتونه. ما رفتیم تو چپ. میریم دست راست. ای بابا حالا چه کنم؟ اونجا بریم با. تا اونجا خط بوس بود دیگه نمیتونیم بریم. حالا خط بوس نباشه میتونه بریم. اینجا فوتبال 50 یا نه تا عوض بشه 50 همچنان مثلا راه خیلی چیز شد راه درختکاری شد ها؟ نه حالت مسکونی مانند احساس کردم گفتم شاید نکنه من شرکت ها هستن بخاطر اونا دارم رعایت میکنم ولی کار احمق اصلا نمیشه اینجا سبقت موقت گرفت درسته؟ اینجا سبقت گرفتن نیست اینجا این خط چینی احساس میکنم اینجا چون سرعت 50 تو بخواد واقعا ببینید ماشین رو برید یا که سرعت 50 موقع که چی ادامه بده آخه همین تیکه درست نکردن این بیشورا چیکار میکنن بود کردن رفتن ترمز خیلی ماشین نرم باید بره پایین پشت اتوبوس برم آره برو ای آرتون
بریم یه ستایی بریم. بریم چیکار میکنیم؟ نگاه کن یک کسی نمیاد شما بگیم بریم. خب نبود نه یه لحظه پام باور کنید خودش رفت. قصد اینجوری نبود. با تو مواظب خودش باش. آره. پام یه لحظه. با این کارو که بریم شروع کنیم بهم نمیدن. نه. آره خدا کنه اونجا هم چه اتفاقی نیفته. چه میدونی عجیب غریبی اصلا میدون دیگه نیست. من تو میدون نیستم. چرا اون میدون این پشت میدونه. من اینجا دیگه نباید چراغ بزنم. نه دیگه نه. اینجا اگه ماشین بیا با یکی درمون باید بریم. زیگزاگ. زیپی. ما میخوایم بریم به طرف آرتون اسلو. برو کنار اون خط رو اینجا میای. تو رانما زدی دوباره خدا. خب این خط بودی که این باید بره. بعد از این اونم باید بره. حالا میتونه بری. گاز برو. رد شد داره. خیلی بد بود. گاز بده سری برو. گاز بده. خب نبود. اون جدول برای عمه من گذاشتن اونجا شما بغلش نمیرین؟ اینجوری کنم؟ بله. من چپ بودم آخه. حتی نباید تو چپ میرفتی تو. گاز بده. من اصلا لاینم این ور بود. یه لاین بود. اونجا یک لاین یه میدان دو لاینه و لاین راست باید میرفتی. گاز بده برو طرف اسلو. اسلو مگه نیست؟ چرا؟ گاز بده برو. من چی گفتم مگه؟ تو بچه مردم میزنی؟ نه. فکرم یکی مستقیم بزن. اوکی گفتم مستقیم بزن. سرعت 40 همچنان. 1 2 3 4 میتونی گاز بدی. سری گاز بده سری دیگه. گاز بده سرعت زیاد برو بالا. سرعت زیاد نکن 80 قرار شد بری عزیز دل. چرا این پای شما به اندازه گاز نمیده؟ 80 ندیدم مثلا. شما چی دیدی؟ گیرش تو فکر بودم. مگه شما گفتی تابلو اسلو از این برای میره؟ خب تابلو هم بالا سر گذاشته بود. بالا سر تابلو اسلو گذاشته بود 80. حالا من دیگه بتونمش برسم. بعد از اینکه رسید سرش. بله
راه رو براش باز میکردید. مگه تو لاین خودت چرا سرعت کم میکنی؟ دارید برمیگردی؟ اصلا نباید چیز کنی، شما با اون سرعت فقط میرین و برمیگردین، نباید سرعت کم کنی موقع برگشتن. ما میخوایم بریم به طرف استکت. آره راهنما بزن سرعت کم نکن، گاز بده. چرا 89 سرعت 87 شدی؟ خب نبود، حال ترمز بگی دیگه. شما چرا موقع از جاده خارج ترمز میگیرید سرعت کم میکنید؟ میدونی شما ترافیک درست میکنید، شاید ماشین از پشت بیاد به شما بزنه. رامت خاموش کن. باید اینو برم؟ اینو باید بری. آره برو طرف استکت. کجا میرفت؟ چپ. رامتو بزن. گاز بده، گاز بده. چرا رو خط منتج شما قرارت بشین؟ رامت خاموش کنید. هر میدونش یه جور خطر عجیب غریب داره. این میدون اصلا بسام خیلی عجیبه. برو یاکوبسبری. بس یارو باید وایسی. برو چه آقا سبزه و چی برو یارو وایسی؟ داره میاد. خب بیاد. میخوای با یارو وایسته وقتی شما داره میاین؟ بگی ماشین رو میرم وایسته وایستم بعدن راه بیفتم؟ ای خدا کچل شدم. به من که باشه که ما نمیستم. راه خاموش کن بری. قانون رعایت کن. چرا میگه آقا ماشین سبزی بیا برو؟ خب چرا سبز؟ خب مال آب پیل قرمزه. حتی اگر ببینم یارو همینجوری در حال وقت اومد بزن لهش کن دیگه. واقعا بگو خودت اومد خواست خودکشی کنه من کشتمت. برو دست راست.
پیش از روش رفتی شما از دور که باید مستقیم تو با این جدول باید تنظیم کنید. تا قبلش مگه وقت ندارم؟ نه از دور باید خودت آماده کنی برای اتوبوسا. سرعت 30 چند داری میری؟ خودت پارکینگ. برو یه ماشین پارک کن، هر جا دوست داری ماشین پارک کن. نمیتونم اینجا برم جلو. میخواستم در عقب پارک کنم. در عقب برو پارک کن. میرم تو جای اونا. نرو جای اونا. تا اندازه بری که جاده شده به اونا نری. اینجا میتونم برم جلو. یعنی واقعا هیچ مشکلی ندارم از اینکه ندارم. ماشین باید دنده رو عوض کنید. ولی 10 بار اگه عقب جلو کنم یهو شاکی میشه که. خیلی آخر عقب جلو که دارم میگه دیگه رانندگی بلد نیستی. اون این تصور بکن شما با تمرین بیشتر احتیاج دارید. رد میکنه. میدونی چی مشکلم ایجاد کرد؟ اینکه نتونستم مثل اون سابق قشنگ برم جلو. مشکل مالمون نبود. مشکل فرمون پیچیده بود. مشکل فقط فرمونته. شما این نگاه میکنید انقدر مثلا با خط فاصله دارید. فرمون یه رو کامل میچرخونید. 10 ثانیه عقب دوباره همه میده اونور. این اشتباهه. خب شما قشنگ کنم این درست بشه. فرمون نچرخون. شما خیلی با فرمون این ور ور میکنید در عقب میخواید برید. شما واسه انقدر میخوای عقب بری، خب یه بار فرمان کامل میدی اونور. انقدر میری عقب با دوباره همه میدی اونور. مثلا این نباید این کار باشه. شما انقدر میخوای برید سمت برید، یه ذره فرمان کش کن. بذار خودت به تنظیم میشه. خب بعد فرمان صاف میری عقب. شما برای 10 ثانیه میخوای ماشین بعد یه بار فرمان میدی اینور، تا میاد یه ذره دوباره همه میدی اونور. بعد ماشین کج میشه دوباره. ماشین تو مارپیچ میاد داخل. این خوب نبود. خب ما نیاکن موقعی که خواستیم وارد اتوبان بشیم سرعت 80 بود، شما 80 پیدا نکرده بود تابلو. خب داشتیم من تابلو سرعتمون شد 100 داشتیم میرفتیم. شما خودتون تنظیم که با ماشین جلویتون سرعتتون انقدر نکرده بودی که قشنگ رو 95 یا رو 97 سرعت یا میرفت روی 91 یا میرفت روی 99.
یا میاد 90 یا میرفت 98. چون داشتم با اون تنظیم میکردم. خب نباید با خودت با اون تنظیم کنی. من گفتم خب من وقتی نزدیکش میشدم بعد میرفتم باید سبقت بگیری ازش. یه خورده اینور شلوغ بود اون موقع چیکار کنم؟ اون موقع شلوغ نبود. یه ذره بذار تو به مزه ماشین آخر رفت لاین عوض کن برو. شما یه وقت با این ساعت کم زیاد میکنید طرف مگه نمیتونه تشخیص بده که کی باید سبقت بگیری بره. خب اون ازت ایراد میگیره. شما وقتی میرید هم قشنگ 97 برو چسبیدی به ماشین لاین عوض کن برو. درسته. هی شما سرعت کم زیاد میگه مثلا چقدر بود از خود بارکاربی تا کلهل هی سرعت ما کم زیاد میشد. درسته. بعد از کلهل که رفتیم ماشین سفید اومد جلوتون میخواست بری تو این لاین بیاد شما لاین بهش رابش نمیدادی. تا یه ماشین داره از اون میاد فوراً جلوش نگاه کنه چقدر جا داره. آیا شما میتونه ازش رد بشه بعد از شما بیاد اینجا یا نه؟ اگه نمیتونه پس شما بذار لاین باش خالی کنید که قشنگ راحت بیاد باشه تصادف و چیزام نشه. وقتی می‌خواستیم از اتوبان خارج بشیم سرعت اومد رو 80. چرا سرعت اومد رو 80؟ سرعت 100 بود. با همون سرعت برم جلو. با همون سرعت 100 تا برو بیرون. خب شما چرا سرعت آوردی به 83 آوردی؟ اشتباهیه. یا مثلا ما خواستیم طرف استراکت بریم خوشا می‌بینید ما از خط ممتد نباید رد بشیم. اون میدونه. وقتی این خط ممتده شما راهنمای راست بدین قشنگ از کنار اون جدول رد شو برو قشنگ راحت برو بیرون تو لاین خودت برو. یا اون میدان اولیه رو که گفتیم می‌خوایم بریم به طرف آرتون و اسلو. خب شما چه نفر لاین راست بگیرتم لاین چپ رفتی که اشتباه شدون که ببین کدوم میدان میگم. این میدون. خب شما میگید من لاین چپ باشه شما لاین چپ نبودی چون تو لاین خودتون هست یه لاین اینجا گفتم یعنی دو تاش یه لاین حساب من اینجوری کردم. شما اومدی مثلا خط چینی بود به جای که تو میرفت کنار این خط میاد قشنگ کنار جدول میرفتید اومدی اینطوری رفتید. بله. اشتباه کردم. خب اینطوری رد میکنم تا امتحان. بله. شما میگید من تو لاین چپ بودم شما اصلا تو لاین چپ نبودی. ما چپ نداریم اینجا. یه جفت شما یه لاین حساب میشه. این اومده از کنار کنید اومده از شما جدا کرده جدا شده که میخواد به طرف استکهلم بره. بله. اینا نباید شما اشتباه داشته بعد این همه جلسه تمرین کردید نباید این اشتباه داشته باشید. خب این اشتباه باعث رد شدن یک از این اشتباهات باعث تمام زحمات کشتی همه رو به هدر میده. من فکر میکنم اصلا این همه تمرین میکنم پروگرس اصلا خوب نیست پیشرفتم اصلا خوب نیست. خیلی چیز میکنه شما یکم موقعی که میخوایم پارک بکنیم چیز بکنید در فرمون خیلی بازی میکنه خیلی مثلا چپ راست فرمون میچرخونید. علتش آره فرمون قبول دارم ولی علت این اتفاقات چیه واقعا من نمیفهمم. شما همیشه گفتم که دقت کنید وقتی یه لاینه با دو لاین که میخواد همه آدما همه شاگردان شما این مشکل دارن نگه بگم مشکل ندارن دارن هر کسی روزی که میرسن به امتحان یعنی دیگه یارو دیگه نداره هیچ چیزی نداره دیگه پرفکت باید بری میره واقعا میرن خیلیاشون میرن اونایی که تک تک ریت میزنن امتحان رد میشن. اونایی که تام بار اول قبول شدن خیلی دقیق هم رفتن جوری من اینجا نشستم ساکت بودم این یک ساعتش قشنگ رفت دور زد اومد من هیچ نگفتم بهش شوخی میکنه باور کنید بهشون گفتم هر موقع من ساکت بودم شما بدون خیلی خوب رفتید. اگه دیگه همه رفتم من ساکت بودم هیچ حرف نزدم برو امتحان بده قبول شو برو بیرون. من با این وضعیت چجوری میتونم به اون نقطه برسم؟ یه خود تمرکز بیشتر بکنید. خب شما خیابون قشنگ نگاه کنید تابلو رو زمین نگاه کنید فلشه که رو زمین کشیده علامتایی که هست اونا دقت کنید.
سرعتمون که همیشه بالا پایین میشه. سرعت اصلا نباید سرعتمون بالا پایین بشه. شما الان پات روی گاز بذار، دور موتور روی یک نگه دار، روی یک ثابت نگهش دار، برو روی 2 تا خط برو بالاتر نگه دار. یه خط بیا پایین، نباید که انقدر بیا پایین، ما یه ذره بیا رو خط. موتور نباید ریتم بزن، اگر ریتم بزنه تو رانندگی همه اشکال دارید. 2 تا خط برو بالاتر. یک خط بیا پایین، یکی دیگه. تو یک خطش کن، تو یک واسطه کفشم بس خوب نیست نمیدونم. خیلی خوب. حالا که برای بتونید پات گاز ولش کن، پات بچسبون این بغل. پاشنه رو پات زمین هست ها؟ بله. پاشنه پات نیان اینجا. این پاشنه پات اینجاست، فقط پات بچسبون اینجا. خیلی. حالا بذار روی گاز. پات به این بغل هم فشار بده. پامو یعنی اینجوری کنم، یه وری کنم. مثلا پات اینطوری، مثلا آیسا گاز بیا پایین. نه نفهمیدم. پاشنه پام کجا باشه؟ همین وسط دو تا پدال باشه. اوکی. حالا این بغل اینو بچسبون اینجا. حالا آیسا به گاز فشار بده. یه خط برو بالا. یکی دیگه برو بالاتر. این میشه نگه داشتن سرعتتون. شما اگه بتونید اون نگه داشتن سرعت نگه داشتید. میدونید؟ به خاطر سرعتم کمیزاد نشه پات بچسبون این بغل بچسبون. این میشه ترمز پای شما که بیشتر از این گاز داده نشه یا بیشتر از این گاز ول نکنید. ولی وقتی پاتون روی گازتون بالا پایین میشه. آره. ولی وقتی پات بچسبون اینجا که پات عادت کنه دیگه نیاز نداره از گاز بدید. بله. بریم بیرون. بله. بریم از این طرف از این بریم. بریم دست راست. یه جوری کنم که بله. دیگه اینقدر عقب زیادی هم نکنم.
بذاریم برگردیم. میرم اینجوری میرم عقب میرم. برو. داشته بگرم؟ نه. نگاه پرمون زیاد چرخونی دوباره. پرمون صاف کن، پرمون صاف کن. صافش کن به طرف من. طرف من. صاف بیا عقب. آقا نزدیکش کنی اینقدر نگه خوش نزدیک میشه. بیا عقب. یه باید صبور باشم. بیا عقب همینطوری. بیا. یه ذره دیگه بیشتر. نه یکم بیشترش کن. بیا عقب. یه ذره بیشتر. نه من تو بیا عقب. حالا صافش کنم. نگه دار. برو جلو. بعد راه نمیزنم. بله. بله من فرمون رو زیاد میچرخونم چون میخوام همون لحظه بپیچه. خب بابا باید یه ذره باید تحمل کنی. همین بغل نگه دار. چی بگم؟ هیچی. خسته نباشید. سلامت باشین. قربون شما. بله درسته. تموم شده. نقدر قصه خلاصه. چیز که دیگه تو ساعت. قصه نخورید ریلکس باشید فقط. نه خب از خودم توقعم خیلی بیشتره ولی به نظرم خیلی از حد نرمال ضعیف‌تر عمل میکنم. احساس میکنم که باید بعد از این تمرینات یه مقدار بهتر شده باشم ولی